الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی به هر یک شما برکت عطا فرماید، در علم شما، در عمل شما، در حیات شما، در فرزندان شما و در آخرت شما، و به خصوص در توحید شما. امروز باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 42 از آموزش توحید است. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما زیاد و کمشوی توحید و ظاهری و باطنی بودن توحید و ایمان در توحید به مجمل و مفصل تقسیم شدنش و بعضی از عموما شکنندگان توحید قوادح توحید را بیان میکنیم. بدانید که در حلقه گذشته به شما بیان کردیم که توحید اصل دارد و کمالات دارد. بیان کردیم که اصل توحید این طلبات و مقتضای شهادتین است و ایمان به الله است و واجبات توحید وجود دارد و کمالات توحید وجود دارد. هر کسی که اصل توحید را ترک می کند کافر است و مشرک است. واجبات را اگر ترک بکند در حالت جهل، در حالتی که عذر دارد، در این حالت به عقاب، به عذاب شدید گرفتار خواهد شد. و اما مکملات توحید را وقتی که ترک کرد البته گناهگار نخواهد شد، برای آنکه مستحب است، مستحبات توحید. اما وقتی که به جا آورد تحقیق توحید به وجود می آید و به درجه بالای بالا خواهد رسید. امروز باشد به شما بیان می کنیم که ایمان چگونه که زیاد و کم می شود، توحید هم زیاد و کم می شود. پس برادران و خواهران عزیزم رحمکم الله، هر یک از شما خواهد که در مسائل توحید قوی باشد و توحید را صحیح و درست بفهمد، باید در مسائل ایمان و به خصوص در بیان فهم، یعنی در بیان معنای ایمان، فهم درست و صحیح داشته باشد. هر کسی که ایمان را درست و صحیح موافق قرآن و سنت و موافق منهج اهل سنت و الجماعت فهمید، توحید را هم صحیح میفهمد. چرا امروز مرجعه ها همه اش در باب توحید، در موضوع توحید گمراه است؟ توحید را خطا میفهمد، اساس توحید را، اصل توحید را نمیفهمد، زیرا که اونها ایمان را خطا فهمیدند. همین سبب بود که ما به شما برادران و خواهران عزیزم سلسله درس ها را در بیان معنای صحیح ایمان آماده کردیم و در گروه بیان عقیده اهل سنت و جماعت و در یوتیوب هم وجود دارد، در کانال ما علم قبل از سخن و عمل. فهم ایمان در نزد اهل سنت و جماعت چیست؟ ایمان این البته اقرار کردن و تصدیق کردن است. اقرار کردن و تصدیق کردن الله و رسولش، دینش، توحید، تمام لا اله الا الله و معنایش و غیره. و اقرار و تصدیق کردن با زبان و دل و با جسم، با نطق و با اعتقاد و با عمل، با زبان، با دل، با جسم. و همین ایمان زیاد و کم می شود. ایمان هم باطنی هست و هم ظاهری است. کسی که ایمانش باطنی هست و ظاهری نیست، این مسلمان نیست، کافر است. کسی که ایمانش ظاهری هست و باطنی نیست، این هم کافر است. هم ظاهر هم باطن باید باشد، هم با زبان و با دل و با جسم باشد، یعنی با سخن نطق و با اعتقاد و قلب و با عمل جسم. توحید هم برادرم و خواهرم همچنین است. توحید هم با زبان، هم با دل، هم با جسم به وجود می آید، هم با نطق، هم با اعتقاد، هم با عمل.
با نطق قبول میکنی، لا اله الا الله میگویی، توحید را قبول کردی. با اعتقاد، با دل اعتقادا قبول میکنی، یعنی توحید را تصدیق میکنی، اعتقاد میکنی، و با عمل قلبت محبت، توکل، نظر، استعانه، استغاثه، خشیه، رهبه، خشوع، تذلل و دیگر تمام عبادت هایی که از عمل قلب است، همه اش را تنها به الله انجام میدی. توحید قلبی. و با جسمت عمل میکنی، توحید را عمل میکنی، ترک میکنی شرک را، ترک میکنی طاغوت را، کفر میورزی به شرک، کفر میورزی به طاغوت و توحید را عمل میکنی. ترک کردن کفر و شرک، ترک کردن طاغوت و از اونها دور شدن و کفر ورزیدن به طاغوت، این عمل است و انمین توحید جسمی است. و یگانه به الله عبادت کردن انمین توحید جسمی است. ببینید چگونه که ایمان را بیان میکنیم توحید را بیان میکنیم. ایمان زیاد و کم میشود و توحید هم زیاد و کم میشود. و دلالت به این سخنمان قول امام موحدین است. امام الموحدین کی است؟ امام موحدها این پیامبر صلی الله علیه و هستند که میگویند، چخیلی که در حدیث صحیح آمده است، والله انی لاعلمکم بالله و اخشاکم له. قسم به الله که من حتما بدرستی که عالمترین شما نسبت الله و در ترسنده ترین شما از الله هستم. یعنی از همه زیادترین کسی که از الله در این دنیا میترسد من هستم. میگن از همه زیاد از الله من میترسم و از همه زیاد نسبت الله من علم دارم. من الله را از شما زیادتر میشناسم. بله درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این رسول الله هستند، خلیل الله هستند، از بزرگترین رسولان هستند، اولوالعزم هستند، سید رسولان هستند. پیامبر به سدرة المنتهی رفتند، با الله صحبت کردند. این پیامبر البته از همه انسان ها دیده، از تمام پیامبران دیده الله را زیادتر میشناسند و علم پیامبر نسبت الله زیاد است. و پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم از همه انسان ها دیده، حتی از رسولان دیده، زیادتر از الله میترسند. و برای همین این پیامبر ما امام موحد ها هستند، امام تمام پیامبران، امام تمام موحدان محمد صلی الله علیه و سلم هستند. این چرا دلالت میکند؟ این سخن پیامبر دلالت میکند که یک موحد هست که توحیدش از دیگرها زیاد است. بمانندی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که توحیدشون از همه زیادتر بود و توحید ابوبکر صدیق بعد از رسولان و پیامبران از همه زیادتر است و بعد از ابوبکر صدیق توحید عمر رضی الله عنه از همه زیادتر است و بعد از این علی، عثمان رضی الله عنه و بعد از این چهارمینش علی و بعد از این عشرة المبشره و غیره. همچنین وقتی که ما این صحابگان را بهترین میگوییم، شکلشون زیباترین و بهترین، لباسشون بهترین، نه، میگیم که توحید اونها بهترین بود. از سبب این که توحیدشون بهترین بود اونها هم بهترین شدند. پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه چرا بعد از پیامبران بهترین انسان است؟ برای اون که توحید اون از دیگرها دیده قویتر و صحیحتر بود، یا بگویم قوی و کامل و 100% و پرتر و بهتر بود. عمر بعد از ابوبکر، توحید عمر رضی الله عنه و توحید دیگران البته فرق داشت. برای همین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بهترین بود بعد از ابوبکر. برای همین اصل توحید مقتضای لا اله الا الله، طلبات های لا اله الا الله باشد که چگونه که در حلقه گذشته بیان کردیم، و ایمان به الله باشد. واجبات توحید و کمالات توحید تمام دین را در بر میگیرد. پس اگر شما خواهید که بهترین موحدها بشوید، به تمام دین باید عمل بکنید. خلق نیکو، آداب و اخلاق، زیبا سخن کردن و با ترتیب و زیبا پوشیدن، تازه و آزاده زندگی کردن و عمل کردن، این همه از مکملات توحید است. اما امروز فرقه های باطل را میبینیم، بمانندی صوفی ها یا قبوری ها یا دیگر فرقه های باطل، تمام اهل بدعت، همه اهل بدعت
به اصل توحید اهمیت نمیدهند. انابت اونها، اهمیت اونها به اصل توحید نیست. به واجبات توحید هم کم اهمیت میدهند، به کمالات توحید سخت اهمیت میدهند. در اصل توحید مشرکند، اصل توحید فراموش کردند، اصل توحید ترک کردند، می آیند به مستحبات توحید، به آداب و اخلاق سخت میچسبند. اما ما اهل سنت و الجماعت، فرقه ناجیه المنصوره، طائفه حقی که به قرآن و سنت و به منهج سلفی این امت چنگ میزنیم، ما میگیم که اول اصل توحید است. اصل توحیدت نباشد تو مسلمان نیستی، تمام عملت فایده ندارد. بعد از این واجبات، بعد از این مستحبات. وقتی که انسان موحد حقیقی، موحد کامل شد، وقتی که توحید را 100% مکمل کرد و تحقیق توحید نمود، این مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و دیگر صالحان به تمام دین عمل میکند. یعنی ما بگوییم که یک انسان توحید هم اصلش، هم واجباتش، هم مستحباتش به جا بیاره، چگونه میشود؟ این انسان موحد می شود، این انسان یکتاپرست می شود، این انسان با آداب می شود، این انسان با اخلاق می شود، این انسان عالم می شود، تازه و آزاده می شود. در گفتارهایش حقارت و دشنام وجود ندارد، خیانت و یگان فریب و دزدی وجود ندارد، زنا و شرابخوری و رقص بازی و فحشای وجود ندارد. تمام منکرات را ترک می کند. برای چی؟ برای آن که واجبات توحید هم مکملات توحید را به اصل توحید به وجود آورده است. اما کسی که خودش موحد است، اصل توحید دارد، اما باز می رود ریبا می گیرد، پرتسین می خورد، باز می رود دزدی می کند، باز می رود دشنام و غیبت و تهمت و کینه و عداوت و غیره. از این میبرد که این واجبات توحیدش ضعیف است. در واجبات توحید به عقاب بزرگ گرفتار است. یا شرک اصغر دارد یا گناه کبیره دارد. پس ببینید چگونه ما میفهمیم. یعنی انسانی موحد هم همه برابر نمی شود. موحد های هست که قوی هست و کامل است و بهترین است، و موحد های هست که ضعیف است، فقط اصل توحید دارد اما واجبات توحید ندارد. توحید اصلش دارد، به گناه کبیره ترک دست میزند. واجبات توحید چیست؟ یعنی به گناه های کبیره دست نزدن و امرهای الله را به جا آوردن. یک انسان موحد است، اصل توحید دارد اما به واجبات یعنی دست نزده است، یا که به گناه کبیره چنگ زده است، گناه کبیره را انجام میدهد. پس این در واجبات توحید خلل دارد، مشکلی دارد. این توحیدش ضعیف است. یک انسان هم اصل توحید دارد، هم واجبات توحید دارد، یعنی گناه کبیره اصلا نمی کند، نه غیبت، نه تهمت، نه کینه، نه حسد، نه دزدی، نه زنا، نه شرابخوری، نه و غیره و غیره. همه حرمت و احترامش به جا می آورد، پدر و مادرش حرمت می کند، یعنی صله رحم وجود دارد، اما مستحبات ایمان، مستحبات توحید ندارد. یعنی به غیر الله به دیگری، از دیگر کس هم یگون چیز طلب میکند، قرض طلب میکند، امید به دیگر انسان ها زیاد دارد. این انسان حالا به درجه کمال توحید نرسیده است، بلکه این هم ضعیفتر است. نسبت به کی؟ نسبت به کسی که هم اصل توحید دارد، هم واجبات توحید دارد و هم کمالات توحید دارد، و توحید این 100% است. پس بدانید که توحیدی همه هر گونه است. توحیدی کسی زیاد است و پره است و کامل است، تحقیق توحید نموده است، و این در روز قیامت به جنت به سؤال و جواب، به سؤال، به امتحان یک بار داخل جنت می شود. برای چی؟ برای آنکه این اصل توحید را، واجبات توحید را، مکملات توحید را به جا آورده، 100% مطابق شریعت زندگی کرده است. اما یک انسانی هست که اصل توحید را به جا آورده و واجبات را به جا آورده و مکملات را به جا نآورده، این هم بهترین است، اما به بعض مشکلی ها دچار می شود. یک انسانی است که اصل توحید را به جا آورده اما واجبات را به جا نآورده است، البته این به عذاب بزرگ، به عقاب گرفتار می شود و باید توبه کرده به نزد الله رود. اگر توبه نکرده رود، در نزد الله عذاب انتظار این چنین انسان ها است، اما عاقبتش با جنت است. یک عده از انسان های هست که خود را مسلمان میگوید اما اصل توحید را ندارد،
اصل توحید را ندارد، مقتضا و طلبات لا اله الا الله را به جا نمی آورد و ایمان به اللهش در توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات یا توحید حکم یا توحید بگویم متابعت پره نیست. به یک قسم از توحید ایمان دارد، به قسم دیگر ایمان ندارد. به مقتضای شهادتین، مقتضای لا اله الا الله محمد رسول الله جوابگو نیست. مقتضای لا اله الا الله را به جا آورده به شرک وارد شده است، به شکننده های اسلام وارد شده است. پس این چنین انسان اگر توبه نکرده بمیرد، وفات بکند، ابدالابد در جهنم باقی میماند، زیرا که این مشرک است. دلیل سوره نساء است که الله میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تمام گناه ها را میبخشد بجز شرک، و شرک را به هیچ کسی نمیبخشد، هم شرک اکبر و هم شرک اصغر را، که ما در این مسئله در حلقه های اولی این درس های سلسله درس های توحید بیان کردیم. پس از همین حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که من از همه شما دیده علمم نسبت الله و ترسم نسبت الله زیاد است، دلالت میکند که توحید رسول الله از همه توحیدها زیاد بود، توحید صحابگان از دیگر توحیدها زیاد بود، توحید سلف صالح از دیگر توحیدها زیاد بود. امروز کسانی که توحید را می آموزند و عمل میکنند توحیدشون از دیگران زیاد است. هر کسی که توحید را نه آموزد نفهمد البته توحید ندارد و توحیدش ضعیف است، یا که حتی توحید ندارد و مشرک است یا کافر است. در سوره بقره الله سبحانه و تعالی باز زیاد و کم شوی توحید را به ما بیان میکند. در آیت 165 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا لله. آنانی که ایمان آورده اند و دوستداریشون به الله شدید است و سخت است. یعنی دوستداری الله هم چندین نمود می شود. بعضی الله را سستر دوست می دارند، ضعیفتر دوست می دارند، و بعضی الله را بینوایت سخت دوست می دارند. همه برابر نیستند. بارک الله فیکم. پس این است که خشیه، ترسیدن از الله، محبت الله، توکل کردن به الله، سؤال الله، شناختن معرفت الله، بزرگ شماریدن الله، شکسته شدن در نزد الله، ذل و خضوع کردن به الله، این همه عملهای قلبی، توحید قلب است، عملهای قلب است. و انسانها نسبت این عمل هم همه برابر نیستند. همه برابر از الله نمی ترسند. یک کسی زیادتر، یک کسی کمتر. همه الله را زیاد دوست نمی دارد، یک کسی زیاد از همه دوست می دارد، یک کسی کمتر. همه به الله یک نمود توکل نمی کنند، بعضی ها زیادتر توکلش قویتر و صحیحتر و خوبتر، بعضی ها حتی توکل به الله ندارند. همه از الله سوال کرده نمی توانند در همه وقت، بعضی ها از غیر الله هم سوال میکنند. همه الله را نشناخته است، همه الله را بزرگ شماریده نمی تواند، و همه به الله 100% سرخم نکرده است. همه هر نمود است و هر خیل است. مردم در این عملهای قلبی مختلف هستند و در یک درجه یگانه، در یک مرحله یگانه همه برابر نیستند و در یک مرحله نیستند. پس هر کسی که این عملها رو 100% انجام داد داند که مکملات توحید را به جا آورد. و این گفته ها دلالت می کند که توحید هم زیاد و کم می شود. پس ما باید توحید را بیاموزیم. زیاد شوی توحید در همین روز در آموختن توحید، در شناختن توحید، فهمیدن توحید و بعد از این عمل کردن بر توحید است. کفر به طاغوت را به جا آوردن، از طاغوت دور شدن، طاغوت دشنام دادن، از طاغوت دور شدن، از حکمهای غیر الله براءت را اعلان کردن، مشرک را مشرک گفتن، تکفیر کردن مشرکین، از اهل بدعت دست کشیدن، روی خاطر نکردن به مردم، به خاطر دنیای، به خاطر چیزی حق را بیان کردن، انمین توحید است. یک تا پرست شدن و غیر الله را ترک کردن، انمین توحید است. و انمین به عمل کردن، این بگوییم از مقتضای توحید ایمان به الله و از توحید است. پس علما یک قاعده بزرگی را بیان کردند در این باب. گفتند ان القول في الایمان من حيث الزیادة والنقصان والاصل والكمال والباطن والظاهر یجرع كذلك على التوحید. قولی که در مسئله ایمان گفتیم، سخنی که در مسئله معرفت ایمان گفتیم، یعنی چگونه که ایمان را میسنجید از جهت زیاد و کمشویش، از جهت اصل ایمان، کمال ایمان، از جهت باطنی بودن ایمان، ظاهری بودن ایمان، این چنین توحید هم همچنین شناخته می شود.
یعنی چگونه که ایمان را شناسیم توحید را هم همچنین میشناسیم. پس توحید چیست؟ توحید بعد از اینکه معناش را درست و خوب فهمیدید از کجا پیدا می شود؟ هم با زبان پیدا می شود، هم با دل، هم با جسم. قول است و عمل است و اعتقاد است. هم با سخن، هم با اعتقاد، هم با عمل توحید به جا می آورد. هم با زبان، هم با دل، هم با جسم به وجود می آید. چگونه که ایمانم قول است و اعتقاد است و عمل است، توحیدم قول است و اعتقاد است و عمل است. و چگونه که ایمان زیاد و کم می شود، توحید هم زیاد و کم می شود. و چگونه که ایمان ظاهری و باطنی هست، توحید هم ظاهری و باطنی هست. پس ما باید توحید را همچنین بشناسیم. بارک الله فیکم. و این بینهایت ضرور است. امروز بعضی ها میگن که یک موحد دیدم، موحد یعنی دشنام میکند، موحد یک کاری بد میکند، موحد گناه کبیره میکند. بله، موحد است، کار گناه کبیره کندن و موحد است، و اصلی ایمان دارد اما واجبات ایمان ندارد. ما به اون نصیحت میکنیم و میگویم که تو در خطری بزرگ هستی، باید واجبات ایمان، واجبات توحید به وجود بیاوری. وگرنه آهسته آهسته وقتی که مکملات توحید ترک میکنید، واجباتش آهسته آهسته ترک میکنید. وقتی که واجبات ترک کردید و بی اهمیت شدید، آهسته آهسته اصل ایمانم ترک میشد. برای همین ما باید همیشه کوشا باشیم که اصل توحید به وجود وقتی که اومد، واجباتش و مستحباتش به وجود آید. نگویم که من تمام موحد هستم، چی کاری خواهم میکنم. نه والله، این چنین نیست. باید همه به منهج درست و صحیح، اول اصل توحید، بعد از این واجبات توحید، بعد از این مکملات توحید باید به وجود آید. باید کوشش بکنیم، باید حرکت بکنیم. انمین است دین. وقتی که به وجود آمد، بعد نجات مییابید، بعد لذت ایمان، لذت عبادت، لذت اطاعت بعد میفهمید. بارک الله فیکم. مسئله دیگر اینجاست که ایمان به توحید، یعنی همین به توحید، به یکتا پرستی، به توحید ربوبیت، به توحید عبادت، یا که بگیم به توحید الوهیت، به توحید اسما و صفات، به توحید حکم، به توحید متابعت، به این همه نمودهای توحید ما باید ایمان بیاوریم. یعنی تصدیق بکنیم، اقرار بکنیم با زبانمون، با دلمون، با عملمون، با نطق، با اعتقاد و با عمل تصدیق کنیم، اقرار کنیم که این توحید ها همه اش درست، صحیح هست، صادق است. ما تصدیق میکنیم و قبول میکنیم و عمل میکنیم. و همین ایمان آوردن به توحید به دو قسم تقسیم میشود، مجمل و مفصل. یک ایده از مردم هستند که توحید مفصل نمیدونند. مفصل یعنی چی؟ با جزئیاتش وسع، یعنی با تقسیماتی که ما میکنیم، میگویم که مثلا توحید رکن دارد، یک است و دو هست، توحید شرط ها دارد، 7 است و ضد شرط این است و آن است، به رقم ها با تفصیلش میگیم. البته توحید را به تفصیلش آموختن و فهمیدن، این یکی از راههای نجات، این سبب نجات و البته قوی شدن توحید و شناخت توحید انمین است. اما اگر بعضی از انسان ها پیر باشند، نتوانند، یا که سبحان الله جاهل باشند و حالا توحید این چنین نفهمیده باشند و مجمل توحید را فهمند، هم البته اونها را ما هیچگاه نمیگوییم که شما توحید را مفصل نفهمدید، شما مشرک، نمیگوییم. شما جوانهای عزیز، برادران و خواهران، وظیفه دارید، به شما فرض است که توحید را آموزید، با تفصیلاتش فهمید. اما آدمایی که کلانسال شدند و دیگر آموخته نمیتوانند، اگر اونها توحید را با تفصیلش نآموزند و نفهمند، اونها سبحان الله ما اونها را حکم به کفر یا به شرک نمیدیم. چرا که ایمان آوردن به توحید اگر یک قسمش مفصل ایمان آوردن با تمام تقسیماتش فهمیده شناخته ایمان آوردن باشد، یک قسم دیگر ایمان آوردن ایمان مجمل است. یعنی مجملا، عامتا، عموما ایمان می آوریم. یعنی خیلی که بعضی از پیرانسالان میگن که ما توحید یعنی کاملا مثل که شما میدونید نمیدونیم، با جزئیاتش نمیدونیم، لیکن همیشه میدونیم که الله یکتا است، الله شریک ندارد، یگان چیز به الله شریک نمی شود،
نه در حکم، نه در عبادت، نه در اطاعت، در همه حالت ما یکتا الله هم میپرستیم. توحید ها یعنی اونا تقسیمات توحید هم حتی نمیدونن، نه ربوبیت، الوهیت، این چیزا نمیدونن، لیکن مجملا میگن که ما یکتا فقط الله عبادت میکنیم، یکتا الله حکمش قبول میکنیم، الله تمام نامهاش قبول میکنیم، صفاتاش قبول میکنیم، دانیم ندانیم، و میگیم که همش خودش میزیبد، به مردم هیچ الله مانند ندارد، الله قوی است، الله در بالای، البته بالای آسمان و عرش است، و الله یکتا است، هیچ کسی ندارد، نه فرزند دارد و نه یک شریک دارد، ما فقط خودش به عبادت میکنیم و عبادت های ما به الله است. بگویند و لا اله الا الله معناش فهمند به همین معنا و بگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این پیامبر آخر الزمان هستند، بنده الله و رسول الله هستند. ما هر یک آمده چیزی که از پیامبر اومد قبول میکنیم به جان و دل. بگویند البته این ایمان، اصل ایمانشون البته درست است در حالتی که شرک ترک کنند، شرک انجام ندهند، مشرکای مشرک گویند و از مشرکین دور باشند، یعنی کفر به طاغوتشون باشد. وقتی که اینها ندانند هم تقسیمات انا میچونین ایمان بیارند، اصلی ایمانشون هست، گرچنده که اینها واجبات ایمان ندارند از سبب اینکه نفهمیدند، اینها مکملات ایمان ندارند، اینها یعنی به نهایت توحیدشون ضعیف است، لیکن مجملا ایمان دارند. برادران عزیز، باید همچنین فهمیم، این چیزا باید فهمیم، و بعد از این باید فهمیم که همین توحیدی که مثل ایمان است، توحیدی که اصل دارد و واجبات دارد و کمالات دارد، توحیدی که زیاد و کم می شود، ظاهر و باطن است، توحیدی که قول است و اعتقاد است و عمل است، انمین توحید شکننده دارد. برادران عزیز، باذن الله سبحانه و تعالی در آینده زنده باشه ما شکننده های توحید، شکننده های اسلام را بیان میکنیم. حالا مختصرا میگویم که عملهای وجود دارد که اصل توحید را میشکند. اصل توحید چیست؟ دو چیز: طلبات ها و مقتضای لا اله الا الله محمد رسول الله، مقتضای شهادتین و ایمان به الله. ایمان به الله میشکند، لا اله الا الله میشکند و اسلام نابود میکند. این نمیشه قوادح التوحید، نابود کنندگان توحید، نواقض التوحید، بد کننده یا که شکننده های توحید میگند. پس انمین شکننده های توحید به دو قسم تقسیم میشد. قسم اول یک نمود شکننده های توحید است، یا یعنی ضعیف بگویم بد کننده های توحید است که این به تمام توحید را نابود میکند. بگفتیم شکننده های توحید، قوادح التوحید، بد کننده های توحید، نابود کننده های توحید دو قسم است. قسم اولش توحید بریشه اش، به اصلش، به اساسش هم کمالات توحید، هم واجبات توحید، هم اصل توحید نابود میکند. به بیخ و ریشه اش توحید نابود میکند و انسان کافر میکند و مشرک میکند. یعنی اصل توحید وقتی که رفت تمام اسلام میرود. این نمود شکننده های توحید توحید به کلی نابود میکند. این کدام نمود شکننده های توحید است؟ این شرک است. این شرک اکبر است و کفر اکبر است. هر عملی که کفر اکبر باشد و هر عملی که شرک اکبر باشد، این شرک اکبر یا کفر اکبری که با زبان باشد، با اعتقاد و با دل باشد یا با عمل باشد، همش. مثلا مرجئه ها فقط شرک اکبر، کفر اکبر گفته، شرک های اکبر و کفر اکبری اعتقادی را، دلی را قبول میکنند. این خطا است، این غلط است، این مذهب مرجئه است. ایمان خطا فهمیدند، توحید خطا فهمیدند. ایمان خطا فهمیدند، اینچنین شرک و کفر هم خطا فهمیدند. ایمان در نزد مرجئه ها که فقط با قلب است، اینچنین کفر شرک هم با قلب است. اما ایمان در نزد اهل سنت و جماعت که هم با زبان و هم با دل و هم با جسم است، شرک هم از زبان به وجود آمدنش ممکن است، از دل به وجود آمدنش ممکن است، از عمل به وجود آمدنش ممکن است. قولی، اعتقادی، عملی. هر شرکی که از قول باشد یا اعتقاد باشد یا عمل باشد، یا این شرک اکبر باشد، یا هر کفر اکبری که از زبان باشد یا از اعتقاد باشد یا از عمل باشد، توحید اصلش نابود میکند.
و بالکل توحید نابود میکند و انسان مشرک یا کافر میکند، مرتد میکند. و ما باید برای همین بیاموزیم. اول توحید بیاموزیم، بعد از این شکننده توحید شرک اکبر و کفر اکبر بیاموزیم. و دومین قسمی نابود کننده و کمبودی بیارنده در توحید اون نمود قوادح بد کننده توحید که توحید بالکل نابود نمی کند، توحید بریشه اش نابود نمی کند، اصل توحید نابود نمی کند، بلکه توحید ضعیف می کند، یعنی کمالات توحید نابود می کند. سبحان الله. یعنی توحید باطل نمی کند، توحید بریشه اش نابود نمی کند، بلکه توحید ضعیف می کند، کمالات توحید نابود می کند. این شرک اصغر است. و تمام گناه هایی که انسان انجام میدهد و تمام بدعت هایی که انسان انجام میدهد کمال توحید نابود میکند. این انسان کافر و مشرک نمی شود، اما به نهایت توحیدش ضعیف می شود و به درجه پایان می فراید. بدانید که بزرگترین گناه بعد از شرک اکبر شرک اصغر است که الله نمی بخشد، و بعد از شرک اصغر بزرگترین گناه این بدعت است، و بعد از این گناه کبیره است، و بعد از این دیگر گناه است. برای همین هر یک انسانی که بدعت را انجام میدهد وی در توحیدش خلل وجود دارد. اگر اصل توحید داشته باشد هم بدعتش بدعت کفری و شرکی نباشد، بدعت عادی باشد، بدعتش در نماز یا در دیگر عملها باشد، بدعت اعتقادی کفری شرکی نباشد، وی انسان کمال توحیدش نابود میشد، توحیدش ضعیف میشد. یا شرک اصغر انجام میدهد، سبحان الله، توحیدش بین از ضعیف میشود. و گناه ها هم همچنین. پس ما باید از شکننده های توحید هم آگاه باشیم. ما باید بی‌ملال نباشیم. ما فکر نکنیم که توحید وقتی که به وجود آمد دیگر نمی شکند. نه، این چنین نیست. توحید می شکند. چگونه که طهارت کرده طهارت شما می شکند، با برآمدن باد، با برآمدن نجاست از پیش و پشت، با جمع کردن یا که و غیره و غیره، این چنین توحید می شکند. وقتی که توحید شکست، اسلام نابود می شود، دین نابود می شود، برای اینکه اساس دین، اصل دین، ریشه دین این توحید است. چگونه که نماز می شکند با بی‌طهارتی، با قهقه کردن، با سبحان الله دیگر عملهای سخن کردن در درون نماز می شکند. نماز باز از گشته خونید. اگر طهارت نداشته باشید باید طهارت کنید. این چنین توحید می شکند، ایمان می شکند، اسلام می شکند. چگونه که حج می شکند، چگونه که روزه با طعام خوردن می شکند، یا با علاقه همخوابگی، هم بستری کردن با زوجه روزه می شکند، به خودش بعضی از جزاها رو دارد. این چنین توحید، اصل توحید، ریشه توحید می شکند، اصل ایمان می شکند و اسلام می شکند. چگونه که شکننده طهارت را آموختید، از وی سخت‌تر و بزرگتر، از وی دیده بهتر باید شکننده توحید آموزید. برای اینکه طهارت اگر شکست، فقط نماز شما ویران می شود و باطل می شود، اما وقتی که توحید شکست، دین شما بالکل نابود می شود. انا فرق در کجا است؟ اما امروز افسوس که این علماء السوء، این علماهای درباری، علماهای طاغوت پرست، این علمای صوفی و این علماهای اشعری ماتریدی این سخنها را نمی کنند. چرا؟ یا که مذهبشون همین چنین مذهبی بدعتی و فرقه باطلی هست، بمانند اشعری ماتریدی که اونها اصل توحید اصلا ندارند، یا که صوفی قبوری مشرک هستند، یا که درباری هستند، یا که به خاطر کرسی، به خاطر دنیای، به خاطر طاغوت پرستی به شما ذکر نکردند. و این چیزها را شما شاید اولین بار شنیده ایستاده باشید، اما وقتی که شنیدید سخت چنگ زنید و دیگر از خود این چیزها را دور نکنید. بارک الله فیکم. پس یک قاعده را شما خوب دقت بدید که علما میگند ان الشرك الاصغر لا ينافي اصل التوحید ولا ينقضه، انما ينقض كماله. شرک اصغر اصل توحید را نابود نمی کند. یعنی شرک اصغر انسان را کافر یا مشرک نمی کند، بلکه شرک اصغر کمال توحید را نابود می کند. اگر توحید شما پره باشد، کامل باشد، وقتی که شرک اصغر به وجود آورد، یعنی قسم به غیر الله خورد، یک کسی داند که شرک اصغر انجام داد، به گناهی بی‌نهایت بزرگ دست زد، اگر توبه نکرده میرد، الله در روز قیامت عذابش میدهد، الله نمی بخشدش، یا که ثوابش بی‌نهایت ثواب زیادش میرد. چرا که
کمال توحیدش نابود شده است. بارک الله فیکم. اما قاعده دوم این است که و شرک الاکبر لا یجتمع وجوده مع وجود الایمان شرعی و اصل التوحید. شرک اکبر هیچگاه با ایمان شرعی و با اصل توحید در یک جا جمع نمی شود. یعنی یک آدم موحد است، اصل توحیدش هست، ایمانش صحیح هست، باز شرک هم کرده گشتنش ممکن نیست. چرا که در یک انسان ایمان صحیح، توحید اصل توحید و شرک اکبر در یک جا جمع شدنش ممکن نیست. وقتی که یک انسان شرک اکبر انجام داد، اصل ایمانش یک و یک بار نابود میشد. وقتی که شرک اکبر به وجود آمد، توحید و ایمان نابود می شود. انا همین ما باید دانیم و بدانیم که البته شرک اکبر نابود کننده سبحان الله توحید است. و انشاءالله در حلقه آینده باقی مانده از مسائل را ذکر میکنیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.